شاید اکثریت شما بپرسید که چرا تق تق تیجی؟ اکثریت دوستانم همین سوال نیز به من دادند و یکی از دوستانم صداقت بانوی نازنین به من گفت که شیشته بودم نیمه شب که تق تقی دروازه شد و ما نیز تق تق گفته به خانه های شما وارد میشویم. با برنامه تق تق تیجی خوش آمدید. چون دوران و من میزبان هستیم، قبل از همه میخواهیم درباره یک ترانه حرف بزنیم که نگینه این ترانه رو خیلی دوست می‌دارد. ترانه ای تو بگو عاشقمی. تو بگو عاشقمی. این ترانه سال 2000 چند بود نگینه جان؟ 2010. سال 2010 تولد شد. این ترانه رو چرا پسندیدید نگینه جان؟ پیش از این سرود منو همچون سراینده سرودهای خلقی میشناختند. این سرود مرا همچون هنرمندی هم استرادی هم نشان داد. دوران شما سیمای نگینه رو در این ترانه میدیدید یا نه؟ بله بله. و در وقتی همکاری که ما میکردیم با نو بسته از نگینه و دیگه سراینده ها، اول ما وابسته به آوازی به اصطلاح گیریم به ملیزمایی که لرزش آوازی که سراینده دارد به اعتبار میتیم و برای همون هم متن و هم آهنگ ایجاد میکنیم. پیش از اون ما همکاری کرده بودیم با سرودی در عشقی تو جگر سوختم. یکم همکاری ما بود. دویم بله بله. در عشقی تو جگر سوختم پیش از تو بگو. بله بله. یکمین آهنگی که همکاری ما یکم. اگر اشتباه نکنم این ترانه در خانه عمه دوران تولد شد. در خانه عمم. در خانه بهار بود به نظرم. بله بله. به نظر همین فروردین بود. زمستان نو گذشت و رفت و بهار فرا رسید. در خانه عمه دوران این ترانه. در خانه عمم. درود به عمه دوران. من میخوام از نگینه پرسان شوم که این ترانه رو بند و بستش رو تنظیمش رو کی انجام داد؟ بند و بست این ترانه رو یعقوب عبداللهیف به انجام رسانده بود. من با همین پیشنهاد همین سرود رفتم نزدش که گفت سرود به خودم بسیار مخصوص شد. صدا رو در کجا ثبت کردید؟ صدا رو با همراهی علیشیر. بعداً بینندگان عزیز بعد تهیه شدن این سرود میوزیک ویدیوی این ترانه رو ما تهیه کردیم که من کارگردان کلیپ بودم. آن زمان تکنیک تماما دیگر بود. از این رو شما خود پیشنهاد کردید؟ بله من خواهش کردم که فکر دارم ایده دارم. نگینه پذیرفت فکری مرا و راضی شد. ولی میدونید چیه آن زمان این استپ دکم ها و رانی و از این کاپتر ها و این چیزها نبود. کلا نبود. یک تا به اصطلاح همون کران کامیرای بود در شهر که میگرفتیم. یگون جای شکستگی بود و یگون سیمش نبود یگون چیزش نبود. وضعیت تکنیکی چندان خوب نبود برای کلیپ میکر ها. بله. و یک پیشنهاد کردم به نگینه. گفتم که باید کلاه بپوشی. انا همین تحمیل کلاه پوشی رو اونچنان من شدید و سخت گرفتم که اول نگینه کلا راضی نبود. نگینه نمیخواستم راستی نمیخواست. بالاخره نگینه رو راضی کردیم که کلاه پوشد و در میوزیک ویدیو ترانه تو بگو عاشقمی یک چند نوارهای هست که نگینه با کلاه پدید می آید. در یکی از طربخانه‌های نامدار شهر دوشنبه در استیک هاوس ما بله استیک هاوس ثبت کردیم. اگر با میوزیک ویدیو اهمیت داده باشید دوران همونجا هست. بله من از یادم ثبت کلیپ نمیره برای که این قدری که شما شمالتیک رو در اونجا موندین. من یه هفته مریض بعد از همون کلیپ خوب کردم. تمام اعضای بدن من رو شمال زد. دوران اون زمان به نظرم یک 10-15 کیلو لاغرتر. بله درست قید کردید. 10 سال قبل بود دوران. 10 سال قبل. 10 سال گذشت. در میوزیک ویدیو باز اهمیت داده باشید. یک جوانی زیبا با چشم‌های خیلی مخمور اکاردیون می‌نوازد. درباره اکاردیون نواز معلومات بدید. خسرو جان دادرم است و هم بسیار آوازی مهین خسرو دارد. بسیار سرودهای خوب می‌نویسد. یک چند سرودهایش خودم هم خواندگی هستم. آهنگ هم می‌سازد. بله. خسرو حالا در کجاست؟ چه حالا دارد؟ خسرو حالا در پنجکент است. در شعبه فرهنگ شهری پنجکент کار می‌کند و هم به مکتب موسیقی هم درس میده. اویلادور است خسرو؟ بله اویلادور است. خیلی خوب. خوب درودی خود رو به خسرو میرسونیم و واقعا ترانه و میوزیک ویدیوی ترانه ها این چیزهایی هستند که در تاریخ میمونند. تو بگو عاشقمی زود پهن شد. زود میان مردم محبوبیت پیدا کرد و در این برنامه ما تصمیم داریم که همین ترانه رو
زیر نوای گیتار بخونیم شما بهره بردارید. ماهتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پرآواز دلم، ای تپش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی بله عاشقتم، بله عاشقتم. این همه سوز برای ما کم است، یک دو سه روز برای ما کم است، پس بیا در برگ گل شبنم شویم، تا ابد همسایه و همدم شویم. این همه سوز برای ما کم است، یک دو سه روز برای ما کم است، پس بیا در برگ گل شبنم شویم، تا ابد همسایه و همدم شویم. تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی بله عاشقتم، بله عاشقتم. ماهتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپش های پرآواز دلم، ای تپش های پرآواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی بله عاشقتم، بله عاشقتم، بله عاشقتم، بله عاشقتم. براو. آهنگساز، بندوبست کننده، صدا بردار، درباره شاعر. بله و همین رو پرسیدنی بودم که کدام یک شاعر گمنام این متن رو نوشته باشد. یک شاعر کسی که ارزوی سویف. بله سخن مال من است، آهنگ مال دوران، صدای زیبا و تکراری اکنون نگینا. شما بگویید که انا این سرود چه خیلی پیدا شد در تصویر شما. اکنون نگینا نقش روزنامه‌نگار رو می‌بازد، من نقش مهمان رو. بله. سبب به دنیا آمدن این ترانه فقط احساس است. دوران طلب کرد که یک چیزی رمانتیکی، یک چیزی لیریکی بسازیم تا به دیگر ترانه ها مانند نباشد. این تقاضای دوران است، طلب دوران بود و خواست یکی از لحاظی صدا و زیبایی نگینه، یعنی شاید نگینه رو در نظر داشت. بله. سیموی نگینه رو، سبک نگینه رو، صدای نگینه رو که درخواست کرد ترانه لیریکی، چون که نگینه فقط لیریک رو تا درجه بلند تا عرش والاترینش برده رسانیده میتواند با صدای زیبا و تکرارش. و ایسوری سپاس میکنیم با نگینه بانو که امروز مهمان ما است. ما و دوران میزبانیم. در برنامه های بعدی باز تاریخ تولد دیگر ترانه های رو که نگینه سرایده است با شما افشا میکنیم. همینجا برنامه ما با خیر میرسد. خوش آمدید نگینه بانو. خیر و خوش میکنیم. خیر تا بازدید در برنامه تق تق تیجی.